هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستان تو این ویدیو من میخوام آموزش هدشات زدن رو بهتون یاد بدم که چگونه در بازی فری فایر هدشات بزنید. پس دوستان اولین کاری که برای هدشات باید بکنید یه سنسیتیویتی برای خودتون بچینید. حالا سنسیتیویتی چیه؟ یه تنظیمات خیلی مهم در بازی فری فایره که بهتون کمک میکنه هدشات رو بهتر بزنید. حالا من سنسیتیویتی خودم رو اینجا براتون میارم. این سنسیتیویتی بنده. این سنسیتیویتی رو دوستان برید برای خودتون تنظیم کنید. سنسیتیویتی واقعا خوبیه و خودم با این سنسیتیویتی توی کلش اسکواد هیرو هستم و خدایی خیلی سنسیتیویتی خوبیه. و حالا سایز دکمه آتشتون هم بذارید 32 دوستان و بعدش مپ ترینینگ و یه گان دیزرت بخرید با وودپکر و UNT. با این گانا دوستان خیلی خوب هد میخوره. گانتون رو میگیرید دستتون دوستان و وقتی میخواید هد بزنید دکمه تیرزنتون رو دکمه آتشتون یکم میکشید بالا که و همین راحتی هدشات میخوره. حالا با گانای اینجوری هم با گانای رگباری هم میشه هدشات زد. هدشات بسیار آسون تره. هدشات رو یاد گرفتید. حالا با وودپکر هم ولی هدشات با کل گانا همینجوریه، فقط دکمه تیرتون رو باید بکشید بالا و بعد از اینکه تیر رو زدید دوستان حتما دکمه ریلود رو بزنید. بعد گانتون رو ریلود کنید که تیراش پر باشه و آماده باشه دوستان. به همین راحتی شما هدشات رو یاد گرفتید. و حالا اگه چیزی دیگه تو فری فایر بلد نیستید و زیر کامنت این ویدیو بهم بگید، براتون حتما ویدیوشو میسازم و بهتون یاد میدم. و تا ویدیو دیگه فعلا بدرود.